عزیز، ما فعلا در جای هستم که اصلا خودم هم نمیفهم، معلومات دربارش ندارم و میخوایم که معلومات خود بیشتر بسازم و همراه دکاندار شام صحبت میکنم که چی هست، به چی استفاده میشه و کیها استفاده میکنن. سلام، باش که با بالا شم. علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ تا عبادت شما قبول باشه. خوب هستین، تشکر، لطفتان است. لیلون که است به خاطر رسپان و زراعت و مالداری است، برگه و گوسفند و بر بسته کردن کاو و باز اشیای دیگه و اینی چیزای دیگه. آهنباب که هستی به خاطر گردنبند بر گوسفند و گو و گوساله و امثال از این چیزا دیگه. این تارایی که میبینین یا به خاطر بسته کردن دان بوجی است دیگه. اینی نوارا که میبینین به خاطر بر جور کردن اوسار بر گو و گوسفند و باز اشیای دیگه است دیگه. نمیشه چیزا سی کار ما که وزارت زراعت از دیگه که مسائل زراعتی مالدارا دیگه، یعنی گودارا و گوسفندارا و زمیندارا. خیلی تمام کار شما که کسایی که مالدار است و زمیندار است، زراعتی است دیگه، کل کارتان که از زمین؟ بله، امروز زمین است. خیلی خوب است. و اینی کمربندا با چی است؟ و اینیا رو ما از بیرونم که دیدم، ما گفتم خدا میگه با چی استفاده میشه؟ بر گو، در گردن گو مفته. در گردن گو رو خدای نخواسته که خفکش کنه؟ نمیکنه، خفکش نمیکنه. اینقدر رو که شخص میشه او رو به ما بتید؟ ما از دور که دیدم واقعا نمیش تاو میخوره. خب طریق استفادهش بر ما بگین که چی رقمی استفاده؟ حالا یک گو شما پیدا کنین که باز نوستان نشان بده. والا در اینجا ما ببینم که فکر میکنم که گو چیز نداره. اگر میداشت ما حتما را اولی سرشان کار میکنم که چی رقمی بسته میشه، چون ما تا به حال ندیدیم تا یک چیز را. خب چیزای نوسط من دیگه. بله دیگه چیزا بود. سابق است، همین چیز از قدیم قدیم است. خب سابق که بودن ما تا جایی که دیدیم ریسپان که هست نه زیادتر که زمو گو بسته میکرد گردنش و کشش میکرد. خب سابق مثال نمیاله که حالا طریقه پوشیدن لباس فرق کرده، این هم به اون شکل فرق کرده. سابق رسپان بود، حالا به این شکل مدرن ترش است دیگه. بله. برو خوب است همین گوا خوب پیشرفت کردن. خب این چیزی است که اگر کس خودش جور کنه او را برش میفروشن، و تیار هم شما دارید؟ تیار ما نداریم دیگه، کس میبره یا رو جور میکنه، پس میارن، پس از پیششان ما میخریم باز مفروشیم. از خرید و فروش گفتین قیمتش چقدر است؟ قیمت از یا یک دانهش 70 روپیه. 70 روپیه. برو خوب است، حداقل یک چیز ارزان پیدا کردم امروز در شهر بازار. تشکر، سلامت، زنده باشید. تشکر همچنان از شما. دوستان عزیز، حال ما در قصابی میخوایم برم. امروز تمام چیزایی که هست میخوایم معرفی بکنم و بر شما کلش روی تصویر بکشم. حال اینجام قصابی است. قصابم گوشت بخلم که مفروشه. خریدار هستین؟ بله خریدار هستم. خوب هستین؟ صحتمند؟ سلامت باشیم. بخیر. شما چی میخرید؟ ما گوشت میخریم. گوشت خود کلش گوشته. هر گوشت که از اینا نام داره. شما کدام گوشت میخرید؟ گوشتی بره. شما چی میکنین؟ افطاری است یا بر کدام چیز دیگه کار؟ افطاری میبریم. چند خریدین؟ 400 کیلویش؟ کیلوی 400 خریدیم. زیاد سرتان قیمت نزدش؟ نه چی کنیم دیگه، همه جا قیمت هست دیگه. قیمت از نه؟ خودت کم پیشتر بیا، تو از ما فرار کرده میری، دور رفته میری. گروی تصویر بیایی خانه کلگی ببینید. سلامت باشه، سلامت باشه، زنده باشه. امروز که هستین خریداری کردن، خانواده باش ما براتون دگیر بتونم که اگه به خانه هم نبریم به دیگه جای ببرین که شما را چی میگن یک لطه کوب کنه. نه چرا در خانه میبریم، چرا لطه برو خوب است که در خانه میبرین. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر باش. بخیر باش. کدام نوع گوشت ها را از شما به فروش میرسن؟ گوشت گوسفند است از ما. تمامش گوشت گوسفند؟ کلش گوشت گوسفند است. خیلی خوب است. قیمت هایتون چطور است؟ قیمت ها پایان شده یا نه بالا رفت؟ نه دیگه، سر گوشت قدر چیز نشده، اما تعداد سابقه است. تغییرات نامده؟ نه تغییرات نه. بیشتر کدام گوشت مردم خریداری میکنن؟ گوشت گوسفند، گوساله را.
کدام گوشت خوبتر است؟ ازی بگیم که الان پرسان کردم کدامش خوب است آخر میرم پرسان کردم. گوسفند است. گوشت گوسفند. گوشت گوسفند زیادتر فکر کنم به شوروا میگیرن نه؟ به شوروا، به دو پیازه، به روش. به این چیزایی که گفتن نام میگیرن. کدامش خودتان خوش دارین؟ روش، شوروا و یا هم قورمه؟ از قصاب دیگه شورواست. از قصاب همیشه شوروا؟ شورواست. والا چیزی که از با شوروا هیچ خوش ندارم. خود دیگه طبیعتا هر کس قصاب شوروا را خوش داره. میگن که قصابا زیاد خودشون هم گوشت خور میباشه، شما مترسید؟ خوب است. یعنی کسی که گوشت میفروشه یا قصابی میکنه هیچ نباید گوشت بخوره به خاطر که هر روز پیشش است. نه دیگه گوشت میخوره، پیشم که باشه گوشت میخوره. خب میگه گپ که اصلا مثل است نمیفهمم یا چیزی که عامیانه بین مردم است که میگن قصاب آشنا میپاله. چرا میگه میگن؟ او گپ دیگه هوایی است، گپا نیست. نه من یک فلسفه. نه نداره. یک گپ هوایی است هم تو میگه. قصاب. میگه قصاب آشنا میپاله، میگن گوشت خراب جان آشنا میپاله. نه گپا نیست. گوشت به یک رقم سودا میشه. خب کلش به تقسیم سودا میشه. خیلی خوب، تشکر، سلامت، زنده باشید. بخیر باشید. عزیز، حالی آمدم به جایی که آشگاز است و الک است و شگر بازم همه چیز در دکان موجود است و ما میخوایم اینا را همچنان بر ما به معرفی بگیرن. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلامت باشین. میشه درباره از این چیزا بسیار مقبول است و بسیار جالب هم است. این چی است به ما معلومات؟ این دیگه نان است. نان خشک میمانه داخلش. این دیگه نان است؟ بسیار خوب. این دیگه نو است؟ نو است. مستعمل اینجا که هیچ کس نمیخره مال نو نباشه. ضرب یعنی این چیزی است که نو آمده مقطع نو آمده از. بسیار خوب است. باز اگر در بین از این نان چیزی بارن قاق نمیشه؟ یواز میشه؟ نه وال نمیشه. بسیار خوب. دوستا سعی کنیم میره. یا یک دیگه نان جدید براتون امروز به معرفی گرفتیم. سعی کنیم بسیار جالب. ساخت وطن است یا نه؟ ساخت وطن هم است، از پاکستان هم میاد. دو رقمیش است. خب این کدامش است؟ این پاکستان میاد. کی از پاکستان میاد؟ ساخت وطن دارین؟ ساخت وطن نانی چه دارم این دوغالی میمونه میچیدایت ساخت وطن است اونم میچیدایت از خوش میجور میکنه. صحیح است. و این چی است؟ این دیگه نان است. این نان میمونه نانایت این همو چیزایت نان خشک میمونه مردم. نان خراب نمیکنه. او دیگه رنگارنگ است. همو چیزایت است. بسیار خوب. این دیگه یا از پاکستان میآید؟ از پاکستان میآید. باز تمام چیزای شما که هست از کلش از وطنی است یا که خارجی؟ کلی چیز نه وطنی است، الگ است، امی چیز کلی وطنی است. الگ میشه با من معرفی کنه؟ این الگ انا میگه از نان است، آرد است، به خانه مردم میگیره. این هم الگ به آرد خانه میگیره. این چوبیش است؟ این چوبیت اینیش است، هر دوش فرقش مرقمه. همون چیزایت است. خب دیگه چی داره اینجا که شما با ما معرفی کنین و اونم بسیار جالب است؟ اونا به خاطر پاک کردن است، گندم پاک کردن است او چیزایت. گندم پاک کردن یا دیگه چیزا؟ هر چیز استفاده میکنه. اگر کشمش و دیگه چیزا مگر استفاده کنه خوب است، اگر کتنا گندم پاک کنه خیلی خوب است. میخوایم بر شما به معرفی بگیرم یا گزارش جور کنیم درباره‌اش. این است که آشگاز که بولانی کسی که زیاد دوست داره نه بولانی بکنه و آشگاز حتما 100% ضرورت داره و میخوایم اونا رو بر شما معرفی. آشکار خیلی بعد مردم زیاد میخوره به خاطر همون چیزا خیلی. کاربردش در ماه رمضان بیشتر است نه؟ کم داره خوبتر است. مردم بولانی میخوره زیادتر. از شما به خانه بردین بولانی پخته میکنن؟ چرا نبرد میره به خانه میبرم بولانی پخته میکنم. اونجا از ما رقمی نیست، از ما زیادتر از وطن است، از مزار شریف است، طرف ایران است. اون همونجا زیادتر مردم استفاده نمیکنه، استفاده کم میکنه. یک رقم دیگر رقم است او را زیاد استفاده میکنه. دیگه شما اینجا ندارین؟ نه اینجا خانه من اینجا نیست، از مدار است.
و چیزایی که نگفتم شما استفاده میکنین اون رو دیگه اینجا ندارین کوره بر ما معرفی کنین که طرف حیرتان مزار چیزا رو استفاده میکنن با بولونی که ما او رو میدیدیم نه ندیده اینجا نیست اون چیزایی هست چیزا اینجا نیست. تشکر سلامت و حالم دوستان عزیز یک چیز دیگه است که یک همکار ما همیشه سر از فکر کنم اشتکیاش یادش آمده میگه اول میره به ما معرفی میگی پایروک وقتی که ما طفل بودیم و از این پایروک ها استفاده میکردیم البته ما همشون استفاده کردیم یادم نیست ولی نمیفهم دیگه را طفلا حتما استفاده میکنن فعلا هم کاربرد زیاد داره و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. حالا ایران بر ما معرفی بکنین این بر طفلای چند ساله است؟ این طفلای کم داره پایش بالا میشه امور رقم است بعد همی چیز خوب میشه وقت رفته آمد کم داره بالا شده نمی حرکت این در طفلیت خودت استفاده کردی؟ ما خودم نمیفهمم استفاده کرده باشم لیکن نمیفهمم اون وقت هیچ کس نمیفهمه این وقت طفلکش چی است استفاده کرد یا نکرد چی داتش نه اون قسمه که ما گفتم که ما چه ما استفاده کردیم نکردیم باشم کلی استفاده میکنه به خاطر تمام طفلا از این چیزا استفاده میکنن چون نو طفل که سر پا میایه از پایروکا و چیزا برای طفلا خریداری میشه که بیشتر با محکم گرفتن از این زودتر سر پا بیاید. درست است تشکر. سلامت تشکر زنده باشین وقتتان خوش. خیر دوستان عزیز حال بعضی چیزای دیگه هست که میخوایم جارو بیشتر به فروش است. خوب هستی جان جون شکر سلامت زنده باشین تا عبادتتون قبول باشه زنده باشه شما قبول باشه تشکر زنده باشین بفرمایید چی گفتن یاد دارین برام سودا آمده میت قیمتی یک نخود 1000 روپیه میتونه تونستم خریده 2,500 میتونه تونستم خریده به خدا تو قیمتی تو روز بعد به خدا ایدون میمونیم که چطور کنیم. واقعا دوستان عزیز تا جایی که من امروز سروی داشتم و یا هم با مردم سرکار داشتم و دکاندارا بود بیشترشان قیمت ها خیلی بالا بود و قیمت ها رو در حد آخر دیگه بلند کردن. خاله جان خواستتان از امارات چی است؟ چی میخواین از دولتتان؟ از دولت میخوایم که همه ارزانی کنن. چی کنیم از برای خدا نه ماش نه دیگه هم بچه موچگری میکنن این خرج خانه رو پیدا میکنن به خدا. خب امیدوار هستم که امارات اسلامی هم همچنان این چیزها رو بعد نظر بگیره قیمت ها رو کاهش بدن قیمت ها پایان بیاید تا بتونن مردم به شان سهولت و خریداری کرده بتونن. میتوار تا 2,500 میتونم نمیتونم خریده به خدا. میفهم درک میکنم قیمت ها خیلی بالا رفته. حالا میخوای جارو بخری خاله جان؟ باید یک جارو خریدم زنده باشی خیر. چی رنگ جارو خریدی؟ حالا رنگارنگ از جاروها. خب بسیار خوب است. به خوبیش امو که میگن به خوبی استفاده کنی به خوبی. زنده باشی جان مرد باشی خیر ببینید. سلامت باشین خاله جان. خوب است چلر جان صحت خوب بخیر است. تشکر سلامت زنده باشین. نام زیبا آجی ناظر شاه. آجی ناظر شاه. ناظر جان به ما بگوین که جارو از کجا میایه و کیهایی را جور میکنن؟ وطنی هست خارجی هست کجایی هست؟ این جاروی مزاری است که خود افغانستان جور میشه. و این جارو رو دیگه خودتان جور میکنن؟ نه به نفر از جور میکنن مزار جور میکنن. دوستان عزیز اینجا چند نوع جارو است میخوایم تمامش معرفی بکنن بر ما. اینیا کدام جارو هستن؟ این جاروی وطنی است که پتایی است. به نام جاروی پتایی میگن. پتایی است. بسیار خوب. و این یک رقم بسیار جنجال گرنگ هم است یک جنجالک زیاد داره نه پرپر است. خزی بله دانه 8 روپیه است. 8 روپیه است. حالا یک چیز ارزانی بیخز که از آتش پیدا کردیم بیاید بخرین این ناله. خب بسیار خوب. و اینا کدامش است؟ این جارو از مالزیا میه. این جاروی سیاه است. این دیگه کاتازی جارو کجا رو جارو میکنن؟ این همی برای کانکریت است. یا بر کارکنده؟ این زود خراب نمیشه. خراب نمیشه دیگه حتما چوباش قویه. قوی است. خب بسیار خوب. و چند جاروی دیگه هست که من اینجا میبینم باش که ما بگیرم شان. این جاروگاه که بسیار شده برای طفلا. جاری چه مزاری سگیر امی یگانی که دستکای ضعیف هست که باز از قیزی جارو میگن.
بسیار جالب است دوستان عزیز که در بین این لابرتیپ میکنن و لابرتیپ های یا رنگ و رنگ میباشه. این به خاطر از این میکنن به خیلی میگه مارکتینگ شو بکنیم که جلبال کنه. مترسم. این به خاطر میگن یا کدام گپ دیگه؟ نه همون گپ است. همون گپ است. بسیار خوب. جاروی بسیار خوب است. دختر خانما بیشتر خو یار خانما و دختر خانما استفاده میکنن. کدام جارو یک جایی که هست نه جاروی بسیار سبک کار میکنن یا جاروی گرنگ کدامش خوب تر؟ جاروی خوب که است اون 6 سیمه است. به نام 6 سیمه است. یعنی 4 سیمه است. این جارو که است 6 سیمه است خوبش است. یا خوبش است. با دویم خراب نمیشه. نه بازینی که از دویم میشه این جاروی 4 سیمه است. این خوب جاروست. مثلا سیم چی گپ داره که تا یک 4 سیمه و 2 سیمه؟ مثلا که 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 6 سیمه است قایم است. موادشون خوبش است. اگه 6 سیمه محکم است. خیلی خوبش است جاروش. موادشون خوبش است خوب جاروست. خب بسیار خوب. اینجا بغیر از شما دیگه چیزام فروشات دارین؟ مثلا چوکی است. چوکی سگا. این چوکی با چی استفاده؟ این برای کالاشوی مردم به زیر پای خود میمانه. به ظرفشویی است برای حمام است. سلامت باشین از اینکه معرفی کردین خانه آباد گفته یگان تا سلامت تشکر وقت خوش. سلامت باشین آرام باشین. حالا میریم به جایی که نمک و توکری میگن یا شگر به آمیانه شده همین رقم است. ببینیم از اینا سوال میکنیم که اینا چی رقم ساخته میشه، چی هست، چی استفاده میشه. اینا رو تمامش میخوایم پرسان و جویان داشته باشیم. نام خدا میگه قدمک زیاد است که تو. سلام. و علیکم السلام. خوب هستی بخیر جان جور؟ خب میشه درباره از این چیزایی که در بوجیا هست بر ما به معرفی بگیری چی هست و چی استفاده میشه و بیشتر چی استفاده میکنن مردم ما در این ماه مبارک رمضان؟ یا نمک زای بوجا وطنی هم است پاکستانی هم دارن. خیلی خوب. سنگکی آسیا میشه یا معدن داره. اون سنگایش که از معدن داره با. خیلی خوب است. پس به ما بگوین وطنیش کدام است و پاکستانیش کدام است؟ کنده تخوریش ده. او چی رقم میده میکنه؟ آسیا داره ماشین نرم میکنه مثل آرد باره. بسیار خوب. این خودتون میکنین و یا هم که مردم میخره و میده میکنه؟ شرکت داره. شرکت هست ماشین داره. آسیا میشه. خیلی خوب است. و این شوگر و بعضی چیزهای دیگه با نانوایی و خمیر نان. مثلا کس که خمیر میکنه نانوایی چی میگن خمیر زغاله میکنه و در شوگر میمونه و میبرن. بله. تشکر. میشه درباره از این نمک است نه؟ یا نمک باره. نمک درباره از یا معلومات بتین از کجا آمده؟ یا لاهور نه پاکستان معدن داره. پنجاب ماسه کواتون داره. کدامش خوب شد؟ خوبش هم نیست شیشه خوب شد. کریستاله. با زیاد دیگه شور است یا متضاد؟ بله. او چقدر یا سنگای خیلی کلان است واقعا. هر دفعه مدیر میشونم میبینم خدا نی چی است و یا آخرم نمک برآورد. بابا مولخوره. پیشتر بیاین. بله. بابا مولخوره است و مال میخوره گاو گوسفند. و گزمایره میشه آسیا میشه. یا گاو گوسفند میخوره؟ بله. یا با گاو گوسفند است؟ یعنی به دیگه چیز استفاده نمیشه؟ میشه با چا میشه. با چا؟ خب با این دیگه این نمک ها با چیزایی است که آو بسازه. آو میشه بله. تشکر سلامت. و اینا رو میشه دربارش دوباره معلومات بتین و بیشتر معلومات دیگه. اونجاست با سر چخت مونده میشه با رفیده نانبوی جور میشه. حالی هم قسمی که دست من ببینید چون گرچه زمستان خلاص شد ولی پکایش هنوز مونده. ما میخوایم گیرم به ما معرفی بکنن از چی جور شده. اینجا ساخت وطن است یا از خارج جور میشه میایم ببینیم گیرم به ما چی میگه. یا ساخت وطن است از بوریا جور میشه. بوریاش از پاکستان نه بوریاش از پاکستان میاد و اینجا خودتان جور میکنید؟ بله. نه کارمند دارین یا کسی هست که بر شما کار میکنه؟ بله. یا جور؟ جور میکنم اینجا. سایست. تشکر سلامت. و همچنان جارو بس دیگه جارو چه قسمی میگن؟ یا شارواله. این هم جاروی شارواله که استفاده میکنن. شارواله کسایی هستند که سرکار جارو میکنن یا کوچه یا از این جارو استفاده میشه؟ بله گفتم. سایست. تشکر سلامت باشین زنده باشین. و نمک و همه چیزایی که شوگر و پکه همه چیزایی بود که به شما به معرفی گرفتیم. خدا کنه خوشتون آماده باشه و زمستانم که دوباره آمد بخیر باز از این چیزا استفاده کنید.
سلامت. تشکری بود. برنامه امروزی ما تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.